فرشی که با روح و روان بازی میکنه اینه. تشریف بیارید. یه دونه پشم دستریس رنگ گیاهی اینجا دارم. میخوام بهتون بگم که چقدر زحمت داره وقتی که هزاران گره با این پشم خورده تا این اثر هنری خلق بشه. اینو بهتون نشون دادم که ارزش کار یه مقدار مشخص بشه، چون همینجوری که میبینیم فکر میکنیم ساده است. فقط طرحو ببینید. ای وای من دوستان، پشم مرغوب، رنگ مرغوب. این فرشا رو فرش فروشا وقتی که میخوام بگن فرشمون محکمه ثابته میندازن تو آکواریوم‌های کوچیک که بگن رنگ قاطی نمیکنه. یه مقدار نزدیکتر بگید با اینکه با وجود اینکه جنس پشمه ببینید چقدر بافنده این گلو منظم مرتب در آورده. اینم بافتش یه کار با کیفیت و درجه یک.